آوتدور هم داریم. خب جلسه 8 و جلسه 2 رفع اشکال. خیلی خوبه که از آوتدور دارین شرکت میکنین. خوب نشون دهنده کامیتمنت. خب شما چطورین خانم دکتر؟ منم خوبم مرسی. مرسی. اوضاع چطوره؟ اوضاع یکم این هفته به خاطر امتحانات افت داشتم نسبت به روتینم، اما خب سعی کردم یه سری چیزا رو رعایت کنم یه در حد شروع. خیلی عالیه. خب دغدغه چیزی ندارین بچه‌ها؟ اگر سوالی دارین، دغدغه‌ای دارین، چون امروز کاملا رفع اشکاله، میتونین بگین. پیش گفتم و رفع شد تقریبا. خب اوکیه. خب بذار ببینیم که خب سلام. اگر که از دوستان کسی دغدغه‌ای داره بگید که اون سوالو مطرح کنید که بگیم، اگر نه من هدف گذاری رو بگم. حالا باز اگر کسی به همون اضافه شد و سوال یا مثلا دغدغه‌ای داشت توی قسمتی از محتویات کتاب، خب بررسیش میکنیم. خیلی خوب. برای هدف گذاری هفته پیش در واقع نحوه پلنینگ رو گفتیم که یه دفترچه‌ای داریم که اون دفترچه 2 قسمت باز میشه و وقتی که اون 2 قسمتش باز میشه صفحه اولش میشه خود پلنینگمون و صفحه بعدیش میشه اهدافمون. خب تو اون صفحه اول سوالی نداریم؟ خب یه دفترچه، حالا میتونه مثلا آبی باشه، میتونه شما دفترچه‌تون کوچیک باشه، نمیدونم زرد باشه، خرس توش باشه، اصلا مهم نیست. از شماها کسی تهیهش کرده؟ خب مال منم همین جاها باید باشه. آره من برش دارم. خیلی ببین ها، شما که بیرونید آقای شمس. خب شما خانم دکتر تهیه کردین، خانم شریفی شما دفترچه پیشرفت شخصی دارین؟ ابعادش قرار شد که متوسط کوچیک باشه. آفرین عالی. حالا اینجوری میتونه باشه و حتی شاید کوچیک‌تر، ولی دیگه اگر زیاد کوچیک باشه شما اون چیزایی که من میخوام نمیتونید داخلش بنویسید. خب قرار شد که یا اینجوری باز بشه یا اینطوری. مهم نیست چطوری باز میشه. اگر که مثلا من الان از بالا به پایین باز شد، صفحه بالامون میشه اهداف‌ها، صفحه پایینی میشه پلن‌ها. و خب این تو روزهای مختلف فرق داره. شما یه همشو مثلا باید بنویسین اینا رو. خب من چیزایی که خودم روش کار کردم به شما میگن که وقتتون کمتر تلف شه. خب یه مرور کوچیک روی پلنینگ رو کی انجام میدیم؟ شب قبل. اوکی؟ یعنی شما شب قبل که میخواید که بخوابی، آخرین کارت اینه که پلنینگ رو انجام میدین. پیش بینی میکنین که فردا چه اتفاق قرار بیفته. مثلا این ساعت میتینگ دارین، این ساعت نمیدونم باید بریم بیرون، این ساعت باید بریم خونه خاله یا هر چیزی. بعد اگر روتینی دارین اون روتینا رو بنویسین. مثلا 8 تا 9 صبح روتینم اینه، مثلا 20 دقیقه ورزش میکنم، 20 دقیقه مدیتیشن میکنم، 20 دقیقه کتاب پیشرفت شخصی میخونم و همینطور هر چیزی که دارین. خب میلیون ها اتفاق میتونه توی یک روز بیفته، ولی شما وقتی که پلن میریزی، اولا شب تا صبح که داری میخوابی ضمیر ناخودآگاه داره روی این کار میکنه و صبح که بیدار میشی خیلی از این ابهاما، خیلی از این دوراهی‌ها، خیلی از این که حالا امروز چی بپوشم، الان چی انتخاب کنم، نمیدونم برم یا نرم، این کارو بکنم یا نکنم، اینا حل شده. دیگه صبح بلند میشی و بدون فکر کردن میری سراغ کارات. هر 10 دقیقه‌ای که شما با پلن بری جلو اندازه 6 تا 10 دقیقه، یعنی 1 ساعت. پس نسبت 1 به 6 داره هر کاری که شما با پلن بکنی، یا اینکه موقعش بشه تازه بخوای بگی خب الان چی کار کنم، مثلا امروز برم بیرون یا نرم بیرون. خب مثل خیلی موقع است که تو خیابون میگردیم که دنبال یه کافه بریم، مثلا 3-4 تا خیابون میگردیم، هی بالا پایین میشیم، آخرش هم میریم یه جایی که دوست نداریم. ولی وقتی که از قبل میدونی کجا بری، خب خیلی زودتر میرسی، شاید از مسیرهای فرعی بری و میدونی حتی چی میخوای سفارش بدی. پس این دقیقاً همونه.
یا مثل اینی که شما میخوای بری خاروبار بخری، بعد یه دفعه بری تو مغازه خاروبار فروشی حالا ببینی کشمش بخرم، نمیدونم عدس بخرم، انگار نو خداشم خوبه. اینجوری خیلی وقت آدم گرفته میشه و شاید اصلا یه چیزی بخری که نیاز نداری یا یه چیزی که نیاز داشتی یادت بره بخری. پس برای اینکه این اتفاق نیفته از جمله جیم رون استفاده میکنیم. هیچ وقت یک روز رو شروع نمیکنیم مگر اینکه اون روز رو قبلا تموم کرده باشیم. یعنی چه تموم کنی؟ بچه همه صدا دارن؟ یه نفر میگه صدا نداریم. خب اگر صدا ندارید شما باید آیکون صدای خودتون رو فعال کنید چون همه بچه‌ها میشنون. خب یا اینترنت ممکنه ضعیف باشه یا صداتون رو بستید، صدای من رو بستید. خب پس چطوری یه روز رو شروع کنیم قبل از اینکه هنوز شروع نشده باشه؟ با برنامه‌ریزی. خب اگر روتین دارین حتما روتینامون رو می‌نویسیم، اگر کاری دارین می‌نویسیم. اول و آخر روزتون رو ببندین. وقتی که این چارچوبو بستین لابلاش خود به خود درست میشه. سعی کنید که روتین شبانگاهی رو داشته باشین، روتین صبحگاهی رو داشته باشین که اینا هر کدومش لایو داره و قرار شد نگاه کنین. خب اگر تو دو دارین، مثلا کاری دارین که انجام بدین، مثلا تلگرام برم اینو چک کنم، تو اینستاگرام مثلا به این پیام بدم، نمیدونم از دیجیکالا اینو بخرم، اینجا خیلی کوچیک و ظریف تو دو لیستتون رو می‌نویسین و بعد هی تیکش میزنین دیگه. کارهایی که میکنین تیک میزنین، اینجوری تیک میزنین که هم دو تا اتفاق میفته. همون حس خوبه بهتون دست میده که من این کارو کردم، دیگه وزوز نمیکنه توی سرم که حالا چی کار کنم. و همین که بر اساس اولویت، که باز اولویت ها رو بهتون گفتم A1 B1 C1 D1. خب اولویت A چیزیه که باید انجام بدین و اگه انجام ندین ضرر میکنین. اولویت B چیزیه که انجام دادنش خوبه و انجام ندادنش حالا ممکنه یه نفر دلخور بشه یا مثلا یه رو درواسی باشه ولی چیز اورژانسی و فوری نیست. C چیزیه که انجام ندادنش با انجام دادنش فرق نمیکنه و D چیزیه که باید بسپاریش به بقیه و حالا یه دونه E بهتون اضافه میکنم و E یعنی چیزی که eliminate، یعنی باید حذفش کنید. پس کاراتون رو بر اساس ABCD بنویسید و یه قانون بیشتر نداریم. تا زمانی که اولویت A هست نباید B انجام بشه، تا زمانی که B هست نباید C انجام بشه. پس این از میایم توی صفحه بعد که اگر ببینید میشه صفحه اهدافمون و اهداف نوشتن موقعش که یه اول صبح اولین کاری که میکنید. حالا مهم نیست چه ساعتی بیدار میشید، مثلا یه روز تعطیل ممکنه مثلا امروز شما دیرتر بیدار شده باشید، مهم نیست. مثل یه ناخدایی که قبل از اینکه کشتی راه بیفته چک میکنه که کجا میخواد بره. مثل یه خلبانه که زمانی که وارد کاکپیت میشه مثلا چک میکنه که همه این دکمه ها روشن باشه. خب مپ رو چک کنه، راه هوایی چک کنه، با برج مراقبت کلیر بشه. پس شما اول صبح اولین کاری که میکنی، حالا بعد از اون روتینای صبحگاهیمون رو مثلا قهوه خوردن و کش و قوس اومدن، میایم برنامه رو مینویسیم، اهدافمون رو. خب 10 تا هدف میخوام بنویسید، 10 تا هدف بنویسین که 3 تاش بلند مدت باشه، 3 تاش مثلا میان مدت باشه، 4 تاش هم اکیوت اخیر باشه، کوتاه مدت باشه. حالا این اعدادی که میگم قانون نیست، یکی ممکنه یه هدف بلند مدت داشته باشه، مثلا 2 تا میان مدت، 7 تا کوتاه مدت. اوکی، ببینید برای شما چیه. ولی خب این چیزی که من میگم مثلا اول اهداف دورتون رو بنویسید، دورتون رو ببینید، بعد یکم جلوتر، بعد جلوی پاتون رو ببینید. میتونید برعکس بنویسید، اول اهداف کوتاه مدتتون رو بنویسید، بعد میان مدت و بعد بلند مدت. بهتره که از دور شروع کنید بیاید به جلو. یعنی آدمی که معمولا فاصله 5 سال و 10 سالش رو میبینه خیلی موفق تر کسی که فقط مثلا داره 1 ماه آیندهش رو میبینه یا شاید اصلا نبینه، فکر نکنه به اینکه حالا بعد سال دیگه چیکار کنه. خب و بعد از اینکه 10 تا هدف رو نوشتیم یه چیزی داریم به عنوان شکرگزاری که 3 تا چیزی که شما به دلیل شکرگزار هستیم اون روز می‌نویسید. حالا لازم نیست چیزای بزرگ باشه که مثلا من خدا رو شکر میکنم که لایه اوزون هنوز سوراخ نشده، نه اینا نه. مثلا شما داری قهوه‌تو میخوری، شکر میکنی که یه قهوه خوب داری، یا مثلا نور میفته روی پرده‌تون، از زیباییش لذت میبری، یا صدای پدر مادر مثلا میاد یا صدای موزیک میاد، شما از این خدا رو شکر میکنی، از این شکر میکنی که مسواک داری. در همین حد میخوام آگاهی شما هر روز به چیزای کوچیک اضافه بشه و زیاد بشه. زمانی که تو هی این شکرگزاری رو انجام دادی، یعنی اینجوری بگم مثل چایی که گل میندازه، گل انداختن چیزایی که آدم داره، نعمتایی که آدم داره، بهره هایی که آدم داره، شکر گفتنش. حالا چه تو بحث عرفانش، چه تو بحث پیشرفت شخصی، چه تو بحث
مذهبیتش، همه اینها دارن میگن gratitude، یعنی شکرگزاری. پس زمانی که تو ذهنت رو ببری به چیزایی که واسه شکرگزاری و چیزایی که داری، این هی بیشتر میاد. یعنی یه قانون طبیعیه، ما ذهنمون اون چیزی رو جذب میکنه که دائما داره بهش فکر میکنه، اون چیزی به سمت شما میاد که دائما روش فوکس هست. پس از چیزای کوچیک شروع میکنیم. من شکر میکنم خدا رو که حالا خدا رو، نیرو رو، الله رو، هر چیزی، اصلا شکرگزار کائنات هستم که یه مداد داره. و دیگه لازم نیست جمله بلند بنویسیم، مثلا 3 تا چیزی می‌نویسی شکرگزاری، 3 تا خط می‌کشی، 1 مثلا مداد، 2 مثلا درس خواندن در دانشگاه مثلا اصفهان اون روز، اون چیزی که اون لحظه بهت گفته، 3 مثلا داشتن کرم دست. اوکی، همین. پس این شکرگزاری. تا اینجاش ساده بود. اگه سوالی هست بگید، اگه نه نحوه هدف نوشتن رو بگم. تو این که چطوری شکرگزاری کنیم و اینا، اگر سوالی هست بگید، اگر نه میریم بعد از 30 ثانیه روی اهداف. خیلی خوب. هدف نوشتن خیلی مهمه. اینکه شما چطوری می‌نویسی، چطور ضمیر ناخودآگاهت رو یا ساب کانشست رو پلن می‌کنی خیلی مهمه. یعنی ما میتونیم هم یه ویروس بریزیم رو کامپیوترمون، هم میتونیم برنامه مفید بریزیم. دقیقاً ذهن ما هم همینطوره. 4 تا ویژگی داره هدف نوشتن. 1 باید به زبان اول شخص باشه، اول شخص مفرد. من این کارو میکنم، من اینو دارم، من شرکت میکنم، من مثلا رسیدم. خب پس 1 اینجا مینویسیم اول شخص مفرد باشه. حالا یکی یکی میگم، اهدافتون رو بگید، با هم اصلاحش میکنیم که تمرین بشه. خب 1. 2 چیه؟ زمانش باید حال باشه. یعنی چه؟ نگید که من یک 206 خواهم داشت. معنی این میشه که شما نداری. معنی این میشه لک، نداشتن. باید بگی من یک 206 دارم، من یک بنز دارم، من چه میدونم رشته پزشکی قبول شده ام، من مثلا تخصص چشم پزشکی، متخصص چشم پزشکی هستم. اوکی؟ پس زمانش باید حال باشه و اول شخص مفرد باشه. پس این 2 تا ویژگی. تو آینده نگید من خواهم داشت، نمیدونم خواهم رسید فلان، نه. گذشته هم نگید، الان داریم. حسش کن، یه لحظه چشمتو ببند، حسش کن که الان اون رشته‌ای هستی که میخوای بخونی، حسش کن که الان اون ماشینی که میخوای سوارش بشی رو داری، اون مانتویی که میخوای مثلا باش مهمونی بری رو داری. اوکی؟ حالا از چیزای کوچیک شروع میشه تا چیزای بزرگ. اگر مثلا کسی خدا نکرده بیمار باشه، حس میکنه که الان سالمه و داره با پای خودش راه میره، بعد میگه من سالم هستم. خب پس این 2 تا ویژگی. سومین چیزی که باید بگیم، زبانش باید مثبت باشه. یعنی چه زبانش مثبت باشه؟ یعنی که کلمات نخواهم داشت، نمیدونم نمیخواهم، من قرض ندارم. ببین چیزایی که منفی بگی، ذهن ناخودآگاه ما منفی و مثبت رو نمیفهمه، اون نداشتن رو میفهمه. مثلا بگی من چاق نخواهم بود، این چاق رو میفهمه. یا اینکه بگی که من قرض دیگه همه قرضامو دادم، خب این قرض رو میفهمه. باید بگی که من نه باید بگی که من بدهکار هستم، باید بگی که من حساب پری دارم، من حسابم کامله، یا مثلا من حساب شخصیم فول هستش. اوکی؟ یه بگی من قرضامو دادم و اینا، نه، من همه مثلا قرض‌هایم رو تصفیه کردم. نه، باید بگی که من حساب شخصیم کامل هستش و سرشار از وفور و نعمت. خب یا مثلا میخوای لاغر بشی، بگی که من تا مثلا آخر تابستان 6 کیلو وزن کم کردم. نه، باید بگی که من مثلا 76 کیلو بود، الان میخوام بشم 70 کیلو. باید بگی من تا آخر تابستون 70 کیلو هستم. و از همین استفاده میکنم برای 4مین ویژگی هدف گذاری و اونم ددلاین داشتنه یا زماندار بودن. همینجوری نگین من لاغر میشم، یا مثلا من چاق میشم، یا مثلا من قبول میشم. باید بگی که من تا آخر مثلا تیر ماه یک مانتوی صورتی اینجوری دارم، مثال میزنم. یا مثلا من تا آخر 1402 متخصص شدم، یا دانشجوی رشته تخصص مثلا قلب هستم. اوکی؟ پس 1 اول شخص باشه، 2 زمانش حال باشه، هستم، دارم، موفق شدم،
اینجوری میخوانم، مثلا خواندم، یا مثلا بعضی موقع میتونی بگی که من هر روز به باشگاه میروم، یا مثلا من هفته‌ای 3 بار به باشگاه میروم. اوکی؟ زمانش حال باشه، زبانش مثبت باشه. چیزی که نمیخوای رو آرزو نکن، چیزی که میخوای رو آرزو کن و اهدافت رو بنویس. پس من تنها نخواهم بود اوکی نیست، باید بگی که من مثلا تا این تاریخ یه دوست خیلی خوب دارم، یا مثلا یه همسر خیلی عالی دارم. اوکی؟ پس این زبانش میشه مثبت و برایش زمان بذاری. همینجوری نگی ما یه چیزی رو میخوایم، خب بله کائنات هم میگه سمن و طاعت، تو مثلا یه بنز میخوای، ما تو 96 سالگی بهت میدیم، یه سال بعدش هم مثلا تموم میشه. خب نه، زمانم واسمون مهمه. یا مثلا شما قبول میشی دانشگاه ولی تو 50 سالگی، اوکی؟ نه، پس یه زمانم واسش میخوام. خیلی خوب. یه تمرین عملی همین الان بچه‌ها، یه هدفی اون که دوست دارید، یا بذار 2 تا کنم که یکم جذاب‌تر بشه. 2 تا هدفی که دارید رو که تو الان تو ذهنتون بوده، دغدغه‌تونه، میخواید بهش برسید، الان بنویسین. 1 دقیقه وقت میدم بنویسیم و بعد لطفاً بیاید بگید، حالا یا صوتی یا تصویری، تا با هم دیگه اصلاحش کنیم. شما روزانه 10 تا از این هدف‌ها باید بنویسید که 3-4 تاش کوتاه مدته. مثلا من این هفته 3 بار باشگاه رفتم، من تا آخر هفته مقاله‌ام را نوشتم، من تا آخر تیر ماه 3 مقاله دارم. اوکی؟ بعد مثلا میان مدتش میشه من درآمد ماهانه 10 میلیون دارم تا مثلا 1402، مثال میزنم. طولانی مدتش میشه مثلا من یک ویلا از خودم در شمال دارم تا مثلا 1410، مثال میزنم. هر کسی که نوشت 2 تا هدفش رو باز کنن صفحه‌شون رو، تو با هم کار کن. اگرم بیرون باشید اشکال نداره، تو ذهنتون بگید و بعد اون هدفتون رو بگید و بعدش اصلاحش میکنید. مثلا تو ذهنتون بگین که من تا سال 1401 مثلا دانشگاه رشته فلان قبول شده ام، مثال میزنم. بله بفرمایید. من تا سال 2028 در رشته نورولوژی تو کشور آلمان تحصیل میکنم. خب دومیش؟ خب همین یکی. ببین منش عالیه، ددلاین هم دارین تا سال 2028. خب حالا این قسمت بعدیش رو یکم فوت کوزه‌گری، یکم تقلب اسمش رو بذاریم. چطوری بنویسیم؟ یکم حسش کن. شما الان حس کن که حالا نورولوژیست هستی توی آلمان، ببین که چه امکاناتی داری، دفترتو ببین، نمیدونم منشیت رو ببین، بیمارات رو ببین، صحبت کردن تو نگاه کن، بعد ببین که آدما میان و خوشحال از مطبت خارج میشن. خب ببین الان چقدر فرق کرد. حالا اینو بیارش رو کاغذ. میتونی بگی من تا سال 2028 نورولوژیست آلمان هستم، یا بهترین نورولوژیست آلمان هستم. اوکی؟ حتی میتونی ریزترش کنی، مثلا بگی که توی مونیخ مثلا هستم، یا مثلا توی برلین هستم. اوکی؟ یا هر چیز خوبه. یا مثلا میگی من تا سال 2028 رزیدنت نورولوژی آلمان هستم. حالی اوکی، خیلی تقریبا 89-90%، 95% اوکی. همین فقط حسش بکنید. حسی که همراه بشه با فوکس میشه معجزه. یعنی تخیل اگر با ایموشن قاطی شد معجزه میشه. اون دلیلی چرایی میشه که شما 4 صبح بلند میشه یک کار رو انجام میدی. 5 عصر همه خوابن تو بلند میشه اون کار رو انجام میدی، 5 عصر جمعه. اوکی؟
پس ایموشن، اینو من بنویسم که بعد توی چیزام، ایموشن به اضافه ایمیجینیشن یا تخیل به اضافه احساسات میشه معجزه، میرکل. خب شما خانم دکتر. مرسی. من تا آخر 1400 حداقل 2 تا مقاله نوشتم. خب خوب. من تا آخر 1400 حداقل 2 تا مقاله نوشتم. خب من شوکه تا آخر 1400 هم عالیه. تو این حداقل 2 تا مقاله نوشتم، این یکم احساس اباندنس یا وفورش دوزش کمتر از لک یا نداشتن. خب حداقل 2 تا مقاله نوشتم، یعنی که چرا نمیگی مثلا 3 تا مقاله دارم یا مثلا 2 تا مقاله دارم؟ اون حداقلش یکم کلمه مثبتی نیست. شما میتونی بگی که بیشتر از 2 تا مقاله دارم، یا مثلا میتونی دقیق بگی. چرا؟ ببین هدفی که کلیر نباشه خیلی خوب نیست، گیج میکنی ذهنتو. خیلی دقیق باید بگی که مثلا فرض کن که شما رفتی شمال، میخوای مادرت توی کمدت فلان شالتو پیدا کنی، چی میگی؟ میگی ماما میری داخل، بعد می مثلا قفسه سمت چپم طبقه سوم باز میکنی، مثلا اونو میزنی کنار، اینو برم. اینجوری باید آدرس بدی. زمانی که درست آدرس بدی، خب دلیوری هم درست. یا تو دیجی کالا یه چیزی سفارش میدی، مثلا میگی بیا اصفهان فردی اول دست راست، خب نمیرسه دیگه. خب شما ذهن ما هم پس مثلا میتونی بگی من تا آخر 1400 2 مقاله دارم، یا بعد مثلا زیرش اسمتو مینویسی، مثلا نگین نصر افیلیشن تو میزنی، مثلا 1 زیرش اصفهان فلان. ببین اینا رو که تو ذهنت ببین، مثلا پاب مدو باز میکنی، اسمتو سرچ میکنی، ویژوالایزش کن، خیلی بهت کمک میکنه. بعد اگه اون 2 تا مقاله رو چک مارک کردی، میری بعدش، هدفتو بیشتر میکنی. نمیخوایم مثلا بگیم من تا آخر 1400 7 تا مقاله دارم، خب اسمارت نیست. خب ولی 2 تا مقاله رو میتونی داشته باشی. صدا الان هست؟ بعضیا دارن، بعضی صدا ندارن. صدای منو میشنوید خانم دکتر؟ فکر میکنم که اینترنت گیرنده مشکل داره، چون الان شما تصویرتم محو شد. خب شما آقای شمس اهداف کوتاه مدت مثلا، یا آره کوتاه مدت بگو که حالا یکم ذهنمون همش نخواد باشه. مثلا یه چیز کوتاه مدت تو فکر کن بهش. یه چیزی که الان مثلا میخواد در حال حاضر داشته باشی. من تا هفته آینده در روی کورس گوارشم مسلط میشم. البته این زیاد کلیر نیستش، بذاریم بگم که من تا هفته آینده روی مباحث پانکراتیت، مباحث من کیسه صفرا مسلط هستم. میشم یعنی نیست، مسلط هستم. یا من در کورس گوارش نمره ایس گرفتم، یا 17 گرفتم، اوکی؟ یا 17 به بالا دارم، اوکی؟ خب پس مثلا به جای اینکه بگیم نمیافتم، میگیم که پاس میشم. به جای اینکه بگیم مثلا زیر 18 میگیم بالای 18. به جای اینکه میگیم حداقل 2 تا میگیم بالای 2 تا. اوکی؟ کلمات مثبت، فقط مثبت، اینا همش برنامه‌ریزی میکنه توی ذهنتون. و شما برای اینکه یه چیز جدیدی رو ایجاد کنی، اون قبلی‌ها رو باید پاک کنی. خب شاید اکثر زبان آدمای ما، رادیو تلویزیون ما زبان منفیه. خدا نکنه اینجوری بشی. خب اینا همش منفیه. این خدا میکنه و اینجوری میشی. خب پس کلامی که به کار میبریم دیرکت افکت داره روی ذهن ما، و بعد ذهن ما شروع میکنه اون چیزایی که جلسه پیش گفتم بیانجن میکنه. بیانجن یه سری پروتئین ایجاد میکنه، اون پروتئینا میشن من و شما و فعالیت شما. پس اینجوریه که ما E = MC2، ما الان انرژی رو تبدیل کردیم به ماده، همین الان تو همین نیم ساعت. و انشالله از این به بعدم شما همین انرژی ها رو هی تبدیلش کنیم به ماده. چه کار کنم که صبح پاشم؟ همین کارو که داریم میگیم.
هر روز صبح پاشو خودتو کوک کن و بعد بذار آهنگت نواخته بشه. هر روز صبح که پا بشی هی اینا رو نگاه بکنی، این هی مسیریه که تو ذهنت کنده تر میشه. اصطلاحاً بار اول فایر میشه، یعنی یه سیناپس میاد فعال میشه. خب من باید برم اینجا این کارو بکنم، نورولوژیست بشم، آلمان. این میشه دفعه اول. دفعه بعدی ای وایر میشه، سیناپس‌ها با هم همراه میشن. وقتی که وایر شد تو دیگه اتوماتیک، مثل اینکه الان من 10 تا جفت کفش بذارم جلوی شما، هر 10 تاش رو بند کفشتو میبندی، زیر یه دقیقه این کارو میکنی، چون وایر شده دیگه. وقتی هم که اهدافت واسط وایر بشه، ناخودآگاه 4 صبح بیدارت کنن، میگی اهدافم چیه، ولت کنن اوگاندا، هدفتو میدونی، نمیدونم جنگ بشه، هدفتو میدونی، دلار بشه 50 تومان، هدفتو میدونی. اوکی؟ مثل یه آدمی هستی که دقیقاً میدونه چی شده، مثل یه برنامه کامپیوتری. شما وقتی گوگل رو باز میکنی تعجب نمیکنی که چرا باز میشه دیگه، چون برنامه نویسی شده. مثلا وقتی گوگل رو میزنی یه دفعه واتساپ باز نمیشه. ذهن ما هم همینطوره. منتها یک سری برنامه‌های غلط، یک سری ویروس‌های غلط ممکنه باشه تا الان که شما اینا رو هی باید هر جا که میفهمی شیفت دیلیتش کنی. تا الان مثلا عبارات منفی میگفتی، هر کی از این به بعد که اینجوری حرف بزنه تو ذهنت درستش کن. خالت مثلا زنگ میزنه به مامانت یه چیزی میگه نکنه اینجوری بشه، تو اینو سریع درستش میکنی تا آخر مثلا تیر اینجوری میشه، اینجوری هست، میشه هم نه هست. اوکی؟ خب اگر باز میخواید مثالی با هم کار کنیم بگیم، اگر باز سوالی هست بگین. من نیم ساعت دیگه وقت داریم که با هم صحبت کنیم. اگر هم چیزی نیست من ببینم که مثلا یه نکته خاص دیگه بگم و بعد جلسه رو تمام کنیم. خب دو حالته، یا اینکه خیلی خفنیم که سوال نداریم، یا خیلی مسلطیم که مثلا سوالات دیگه همش حل شده، یا اینکه در حال پرورش کبوتر در فضای آزاد هستیم و من فکر می‌کنم حالت اول نشون میده که خب شما دیگه مسلط هستی به مباحث. هر جایی که حس کردی که دوباره داری کج میشی، دوباره از قطار افتادی بیرون، دوباره باک بنزینت اومده رو ای، سریع کتاب باز میکنی میخونی. خواستی سریعتر کار بکنی، مثلا تو مسیر رفتن به دانشگاه اومدن وایس اون جلسه رو میذاری و دوباره اینا ریکال میشه، ریممبر میشه. خیلی دیگه سریع باز میکنی، مثلا بوک کلاب رو نگاه میکنی که مثلا جلسه 2 کی پوینتاش چی بوده. اوکی؟ مثل هر چیز دیگه ای که تو الان خوندید، اولش آدم یادشه، بعد ممکنه یادش بره کلا، بعد ممکنه محو بشه. چی باعث میشه که شما اینا رو داشته باشید؟ پرکتیس، تمرینش. حتی یه نکته الان مثلا ممکنه این سری نکته جدیدش برای شما هدف گذاری بشه، بعد مثلا یه بار دیگه میخونی اون فصل رو، مثلا گفته عاداتتون هم بنویسین، یا گفته که اول برین مثلا توی شرایط یه ماشین میخوای بخری، برو فقط توی نمایشگاه ماشین سوار اون ماشین شو. ممکنه از اون پول اون ماشین 1000مش هم تو الان نداشته باشی، برو ترای کن. نمیگن که چرا اومدی ترای میکنی، ویندو شاپینگ اصطلاحاً. خودتو که بذاری تو اون موقعیت، ذهنت که یه لول بزرگ شد دیگه بر نمیگرده حالت عادیش. این کل حرفی که من میخوام به شما بزنم. پیشانی آدم که وسیع شد یه سری سیناپس جدید باز میشه که دیگه بر نمیگرده به اون حالت قبلیش، چون این مسیرها ایجاد شده و دیگه در بهترین حالت الان اثبات شده که ما 2 تا 3% مغزمون رو داریم استفاده میکنیم. قبلا میگفتم مثلا 20%، نه الان 2 تا 3%. و شما ببین چه حجم عظیمی داری که مثلا میتونی استفاده کنی. یکی میشه مثل سعدی میاد این همین کتاب مینویسه، شعر مینویسه. یکی میشه مثلا انیشتین میاد بعد جدید ایجاد میکنه. یکی میشه بیل گیتس درآمد و اینا. یکی میشه ایلان ماسک تحقیقات و فضا. هر چیزی که شما هست توی اون سعی کنید فوکس بشید، لیزر بشید و عمرتون رو تو اون قسمت بذارید. این توصیه من هستش. و نهایتاً هم کتاب بعدیمون هنر ظریفه که فکر اگر میکنید دوست یا خانواده‌ای هستش که به دردش میخوره، نه کسی که به دردش نمیخوره، کسی که دغدغه داره، اون برنینگ دیزایر رو داره، حتما دعوتش کنید. خب من صحبتام تمامه. فقط یه نکته کوچیک میگم برای زمانه بیدار شدنم، یا کلا هر ست پوینتی که شما دارید، هر گولی که دارید، هر کاری که میخوای انجام بدی. مثلا شما شب قبلش صبح میخوای 7 صبح بیدار شی، ساعت رو میذاری رو 7. اون تایم که ساعت 7 زنگ میزنه
90% آدما دکمه اسنوز رو میزنن. شما اصلا نباید این کارو بکنی. یه دلیلی داشته که شب قبل اون ساعت کوک کردی. برگرد ببین اون دلیله چی بوده که اون ساعت کوک کردی و حالا به همون دلیل بلند بشو. به همون دلیل برو این کارو انجام بده. یه دلیلی داشته که تو اهدافت می‌نویسی من 3 جلسه در هفته میخوام برم باشگاه. ببین اون دلیله چی بوده، بعد یه شنبه ظهر که شد برو. دیگه تحلیلش نکن که بریم یا نریم، امروز حالشو داریم یا حالشو نداریم، کورس گوارشو بخونیم یا نخونیم. اوکی، یه دلیلی داشته که تو این هدفو نوشتی و صبح به صبح داری هی خودت رو باش ریشارژ می‌کنی. پس موقعی که رسیدی به دوراهی 3 تا کار میتونی بکنی. 1 مثل سربازخونه بدون فکر تا 5 بشماری اون کارو انجام بده. قانون 1 تا 5 ثانیه. 2 برگردی به هر چیز مثبتی که داری. اون خیال پردازیایی که کردی، دی دریمینگ بهش میگن دیگه. تو روز میشونی فکر میکنی که من حالا فلان متخصص هستم در اینجوری میکنم. این میشه در حالت دوم. 3 حالت سوم، از انرژی‌های منفیش استفاده کن. مثلا به تو میگفتن چقدر چاقی تو الان، یا به تو میگن تو که مثلا سواد نداری، یا مثلا استاد تحقیر کرده. از اون استفاده کن. اون انرژی منفیه به عنوان سوخت جت، برو اون کارو انجام بده. همیشه به تو میگفتن تو یه آدم ضعیف و جوسه هستی، موقع رسیدن رفتن به باشگاه میشه سریع میاد تو ذهنت، میری اون کارو انجام میدی. پس زمانی که خوردیم به دیوار، زمانی که به دوراهی رسیدیم، این 3 تا کاری که من میگم انجام بده. یا قانون 1 تا 5 ثانیه تا 5 میشمارم اون کارو انجام بده بدون بحث، بدون این چیزی. دیسیپلین، این میشه دیسیپلین. 2 از چیزهای مثبت، از انگیزه هام، از موتیویشن هام، از دلیل چرا این استفاده میکنم. چرا من میخوام 6 صبح پاشم؟ چون مثلا میخوام ایس بشم توی امتحان، چون میخوام نفر اول بشم، مثلا همه بگن واو. همه هیچی، خودم میخوام با سواد بشم، رزومم بشه، هر چیزی. و حالت سوم از انرژی‌های منفی. من تا حالا مسخره‌ام می‌کردن، تا حالا کسی حسابم نمی‌کرده، همیشه مثلا اینجوری بودم، الان میخوام اینجوری دیگه نباشه. enough is enough، دیگه کافی. پس به این 3 تا دلیل، با این 3 تا روش شروع کنین اهدافایی که نوشتین که میان مدت و کوتاه مدت و بلند مدت رو انجام بدین و نهایتاً هر روز دنبال چیز جدید باشین واسه شوک‌گذاری. اگه توی کابینتمون غذا داریم، عالی، می‌نویسیم. تخت خوابم نرمه، عالی. کولر دارم، عالی. ماسک دارم که ویروس نگیرم، عالی. اوکی؟ همین. و باز اگر هر سوالی بود، حالا تو هر کتابی که بودیم میتونیم بنویسین، میتونین تو پی وی بپرسین، تو جلسه میتونین بپرسین و این انشالله یه چیزیه که ادامه خواهد داشت. خب سوال؟ انشالله که موفق باشین و ممنون. خیلی ممنون شد. خواهش میکنم. فعلا بچه‌هایی هم که وایس رو گوش میدن اگر سوال چیزی داشتن حتما توی پی وی من بپرسن که انشالله رفعش باشه. خب بچه‌ها بریم به کارا برسیم و آخر هفته عالی داشته باشیم. فعلا خداحافظ.